عهد شکنی کار یهود هست. عهد خود را با الله شکستن. الله از یهود عهد و پیمان گرفت که دیگر شرک نیاورید. و قالت الیهود عزیر ابن الله، باز گفتن عزیر بچه خدا هست، باز بت پرست شدن. پیامبر از اونا عهد گرفت، با پیامبر هم عهد خود را شکستن. با مسلمان ها عهد میبندن تا به امروز، ولی عهد خود را میشکنن. برای مردم فلسطین میگن ما دیگه حمله نمی کنیم، ولی مردم فلسطین در بیت المقدس بر سر نماز استاده هستند. دشمنان اسلام، سربازان کثیف صهیونیست در سر نماز حمله میکنند. این است عزیزان من که یهود عهد شکن است. عهد خود را با الله شکستن، با پیامبر شکستن، با مؤمنین و مسلمان ها شکستن. این صفت کثیفه و رذیله یهود هست، مسئله عهد شکنی. بناهن عزیزان من این شمه بود، این یک قطره بود که من از لابلای قرآن گرفتم، صفات خبیثه و رذیله یهود را. مگر بخوانید که چقدر حضرت موسی را اینها به عذاب کردن، به تکلیف کردن، چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم به تکلیف کردن. یهود با زبان خود پیامبر ما و شما را اذیت میکردن. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. لفظ راعنا در عربی یعنی متوجه ما باش. صحابه پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم می نشستن، می گفتن راعنا، یعنی طرف ما نگاه کن، ما را متوجه بساز. یهودی ها به لفظ یهودی وقتی می آمدن به مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم می نشستن، زبان خود را کج می کردن، می گفتن یا محمد راعینا راعینا. پیامبر متوجه نمی شدن، صحابه متوجه. باز یهود طرف هم دیگر می خندیدن. راعینا یعنی نگاه کن، راعینا یعنی چی؟ یعنی ای چوپان ما. یهود با زبان خود پیامبر و صحابه اذیت می کردن. تنها یهود نیه که تفنگ بگیره تو مسلمان رو بکشه. یهود با زبان خود دشمنی میکنه، با فکر خود دشمنی میکنه. یهود خلاصه به هر طریقی که بشه برای تو مسلمان ضربه وارد میکنه. مثل که به صدر اسلام الله حبیب خود را دوست داره، الله مسلمان ها را دوست داره، الله علیم بذات الصدور، از قلب ها آگاهه. آیه نازل میشه، جبرائیل میآیه یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ای مسلمان ها از این بعد دیگه نگیم راعنا، راعنا نگیم که یهود از این کلمه سوء استفاده کرد. چی بگیم؟ قل انظرنا، به این کلمه بگیم ای پیامبر انظرنا، طرف ما نظر کن، ببینیم چقدر دشمنی دارن یهود، چقدر مکر دارن، چقدر حیله دارن، چقدر خلاصه کار میکنن و چقدر ضربه بر مسلمان ها وارد میکنن. سروران عزیز و بزرگوار، باید هر کدام من و شما متوجه باشیم و دشمن فلسطین، دشمن مسلمان ها، دشمن بشریت را بشناسیم که یهود هست. این دشمن فلسطین را اشغال کرده، این دشمن با فلسطینی ها دشمنی میکنه. حالا بفهمیم که چقدر ظلم خواهد کرد، چقدر برای اسرا شکنجه خواهد بود. وظیفه و مسئولیت مسلمان ها در قبال فلسطین چیست؟ مسلمان ها چی وظیفه دارن؟ سران کشورهای اسلامی چی مسئولیتی دارن؟ دنیای عرب چی مسئولیتی داره؟ آنهایی که همجوار و همسایه فلسطین هستند اگر توان دارن از لحاظ تسلیحاتی مسلمان های فلسطین را اکمال نمایند. کشورهای اسلامی و رهبران مسلمان اگر در توانشان هست که چیز واضح هست اگر اربابان خود را از خود آزرده کنن، رب العالمین را از خود راضی بگردانن، وظیفهشان این هست که امکانات و کمک های تسلیحاتی برای مردمان فلسطین داشته باشند. یعنی در بخش نظامی برای فرزندان فلسطین امکانات و تجهیزات را آماده بسازند.
سران عرب، ثروتمندان عرب و ثروتمندان عجم، اونهایی که توان دارن مسلمانهای فلسطین را کمک اقتصادی بنمایند و آنهایی که نمیتوانند از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی وظیفه و مسئولیت او انسانها که من و شما هستیم این است که دعا داشته باشیم، در حق فلسطینی ها دعا کنیم، در حق خواهران فلسطینی و برادران فلسطینی و به حق شهدای فلسطین و به حق مجروحین فلسطین باید دعا داشته باشیم. سروران عزیز و بزرگوار، این بود به طور خلاصه و فشرده بحث قدس عزیز، قدسی که عزیز هست، عزیزتر از جان من و تو مسلمان هست، قدس عزیزی که محبتش در دل من و توست. اگر محبت مکه و مدینه و قدس در دل من و تو نباشه، این را بدان که در ایمان من و تو خلل هست، در ایمان من و تو ضعف هست، در ایمان من و تو خلاصه سستی و زبونی و اینها هست. بنابراین جمعه رمضان هست. خدا بهتر میداند که سال آینده باشیم یا نباشیم، خدا بهتر میداند که دیگر رمضان نصیب ما می شود یا نمی شود، ولی از الله می خواهیم که ای الله این روزه را و این رمضان را رمضان اخیر ما نگردان. خدایا پروردگارا بارها و بارها رمضان را و شب قدر را و این فیوزات و برکات را نصیب همه امت اسلام بگردن. عزیزان من و شما امشب 27م شب قدر، فردا شب 28م، پس فردا شب 29م، شب اخیر رمضان، حدیث اخیر رمضان را که رسول معظم اسلام فرمودن این را تلاوت می کنم، به طور خلاصه ترجمه می کنم و دعا می کنیم. عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شب عید پیش رو هست. شب اخیر رمضان چه شب است؟ متاسفانه از الان تلویزیون ها و رسانه ها شروع کردن به تبلیغات که شب اول عید کدام فیلم و دوم عید کدام فیلم و سوم عید کدام فیلم و شب اول کدام آهنگ و سوم کدام آهنگ. بدبختی هست. خدای تبارک و تعالی اونها را هدایت کن. یک ماه تو مسلمان روزه گرفتی، نباید این را دیگه از شب اول عید شروع کنی باز به گناه و معصیت، شروع کنی به این که این طاعات و عبادات خود را خدشه‌دار کنی. رسول معظم اسلام فرمودن یغفر لامته، آمرزیده می شوند یا بخشش می آید برای امت من. یک بخشش می آید، انعام می آید، ایدی می آید برای امت. فی آخر لیلة من رمضان، شب اخیر رمضان رسول الله می فرمایند که برای امت من ایدی می آید. این ایدی چیست؟ یغفر، ایدی بخشیدن، ایدی بخشش. یک نفر زندانی هست، رئیس جمهور می آید بدم دروازه زندان، زندانی صدا میکنه چی میخوایی؟ او چی خواهش میکنه؟ غذا میخواهم، آب میخواهم، نان میخواهم، لباس میخواهم؟ نه، او را مخیر میگذاره، میگه آزادی میخوایی یا طعام و غذا؟ شب عید هم ای ایدی الله آزادی انسانها از جهنم هست، ایدی انسانها آمرزش هست، بخشش هست، قلم عفو بر گناهان کشیدن هست. صحابه عرض کردن قیل یا رسول الله، گفته شد ای رسول خدا
اهی لیلة القدر؟ آیا این شب قدر است؟ گفتن نخیر، این شب قدر نیست، بلکه ولكن العامل انما یوفى اجره اذا قضى عمله. فرمودن که کارگر مزد خود را چی وقت میگیره؟ من و شما کارگر وقتی داشته باشیم ساعت 10 بیجه مزدش را میدیم، 2 بیجه میدیم؟ نه خیر، وقتی که کار اتمام بشه، کار تمام بشه، وقتی که کار تمام شد اینجا مزدش را میدیم. رسول الله میفرمایند که انما یوفى اجره اذا قضى عمله. شب عید شبی است که الله میگه ای بنده من کار تو تمام شد، روزه رمضان را به موفقیت کامل گرفتی، شبها را به موفقیت کامل شب زنده‌داری کردی و نماز تراویح خواندی، درست و صحیح صدقه دادی، درست و صحیح سخاوت کردی، عبادت را درست و صحیح انجام دادی، بیا که وقت مزد هست. این شب غفلت نیست، این شب فیلم نگاه کردن نیست، این شب خلاصه به این نیست که انسان ها او شب باز به عیش و نوش شیطانی سپری کنن، عیش و نوش خدایی داشته باش. قل بفضل الله و برحمته فبذلك. وقت فضل الله شامل حال تو شد، وقت رحمت الله شامل حال تو شد، فلیفرحوا، حالا دیگه خوشحال باش. شب عید شب خوشحالی هست، شبیه که الله نمره میدهد. او شب چگونه؟ رسول معظم اسلام یک اشاره دیگری هم دارن. اشاره دیگرشان اینه که ملائکه کل این نامه اعمال را جمع میکنن. شب عید همه را میگذارن، قلم بر میدارن که ماشینای حساب را میگذارن که جمع و ضرب، این نمازهای فرض، یک فرض 70 فرض، خلاصه 1 روپیه 70 روپیه، این نمازهای نفل سنت معادل به فرض، اینا همه میخوان ضرب بزنن، میخوان ثواب بدن. الله سبحانه و تعالی در شب عید صدا میکنه که ای ملائکه من دست نگه دارید که شما نمیتوانید مزد و ثواب صائمین رمضان را بدهید. این همت شما نیست، این سخاوت شما نیست. امشب باید سخاوت رب العالمین به نمایش گذاشته شود. امشب باید رب العالمین سخاوت خود را برای مخلوق نشان بدهد. الله چی سخاوتی خواهد داشت، الله چی قلم خواهد داشت، چی بخشندگی خواهد داشت، چی مهربانی خواهد داشت، چی پذیرایی خواهد داشت. این شب عید است عزیزان، سروران عزیز و بزرگوار. امیدواریم که این دوست شب را غنیمت شمرده، خصوصا شب عید را. موضوعی که به خدمت عزیزان به عرض میرسانن این است که مسئله امشب در این مکان مقدس ختم قرآن عظیم الشنی که تلاوت شد امشب ختم میگردد و همچنین شب نشینی تا سحر ادامه دارد. دوستا و علاقمندان میتوانند با ختم و با این شب نشینی انشاءالله اشتراک کنن. شب 27 به قول حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه که میفرمایند که در طول عمر شب قدر میفرمایند هیچ وقت از پیش من قضا نشده. بعد حساب گرفتن شیخ ابوالحسن خرقانی که اگر به شنبه روزه شد چند شنبه شب قدر است، اگر به یک شنبه روزه شد چند شنبه شب قدر است. و میفرمایند اگر روزه رمضان به روز دوشنبه آغاز شد، شب قدر شب 27 ماه مبارک رمضان هست. بناهن امشب شب مبارک است. دوستان می توانند با این ختم و با این شب نشینی حضور به هم برسانند. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله و اتوب الیک یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتك یا ارحم الراحمین.